سلام، امروز میخوایم با هم به دنیای پشت پرده برنامه عشق ابدی سر بزنیم. چیزایی که ممکنه هیچ کس تا الان به شما نگفته باشه. عشق ابدی، برنامه‌ای که با مسابقات عاشقانه و رابطه‌های جنجالی بین شرکت کننده ها شهرت پیدا کرده. اما واقعیت پشت صحنه خیلی متفاوت از چیزیه که روی صحنه میبینیم. به عنوان مثال، یکی از شرکت کننده ها به نام ترانه رفتارهای ضد و نقیض زیادی داشته که باعث شده همه شگفت زده شن. این رفتارها تو دنیای واقعی خیلی کم دیده میشه. اما آیا این واقعی بود یا فقط نمایشی برای جلب توجه؟ شاید تعجب کنید، اما خیلی از صحنه‌ها از قبل برنامه ریزی شدن. بعضی گفتگوها، حتی دیالوگ‌ها برای ایجاد حاشیه و جلب ویو طراحی شدن. اما چه چیزی باعث میشه مردم دوباره و دوباره این برنامه رو تماشا کنن؟ این برنامه مثل یک آهنربا عمل میکنه. ما نمیتونیم نگاه نکنیم چون میخوایم ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. حالا شما بگید، به نظر شما واقعا عشق تو این برنامه ها وجود داره یا همه یه نمایشه؟ نظرهاتون رو کامنت کنید.